سلام و درود خدمت دوستان و گالم، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوام بهتون بگم که چطور روزانه 100 میلیون سکه از همستر کسب کنید و این که روزای آخر همستر دیگه شاید چند روز بعد لیست بشه و این حرفا. عزیزان من دقت کنید. خب بله، این همستر، این هم سایت همستره که با کلیک کردن سکه میتونی جمع کنی. بله این هم که مخزن ماه که الان 8500 تا ذخیره میشه داخلشو. فعلا هم که 1000 تا ما چیز داریم. بله همستر. خب همستر بهتون روزانه 6 میلیون رایگان میده عزیزان من. با چی؟ با به دست آوردن و ارتقا دادن کارتاش، با پیدا کردن کارتاش که بیری اونا رو ارتقا بدی 5 میلیون و 1 میلیون هم با فشار دادن اینو کد مورس. بله با پیدا کردن کد مورس 1 میلیون دیگر هم شما میتونید بزنید به جیب که این چقدر میشه 6 میلیون. اینجا هم یه چیز دیگه داره که روزانه دیلی ریوارد. بله که مثلا هر روز خدا شما باید فعالیت داشته باشید و بیاید اینجا کلیک کنید که مثلا من امروز فعال بودم داخل این سایت، فردا فعالم، پس فردا فعالم. تا روز اول بهتون 500 میده، روز سوم بهتون 2500 میده، روز هفتم بهتون 100,000 میده، روز دوم هم بهتون 5 میلیون میده. بله پس الان ما میشه گفت که چی؟ میشه گفت که الان بله هر روز خدا بهمون همستر 6 میلیون میده. بله پس یعنی چی؟ اینجا هم که پروفیت ما 400,000. پس یعنی پروفیت هم مهم عزیزان من، فقط سکه مهم نیست. چرا؟ چون اگه سکه خیلی مهم بود که نمی آمد همستر بهت روزانه 6 میلیون بده. 6 میلیون سکه رایگان روزانه که بهتون نمی اومد بده عزیز من. آخه چرا بجاش پروفیت نمیداد؟ پروفیت هم که 100% مهمه. پس بهترین شرایط چیه؟ اینه که هر دوتا رو در بالانس نگه داری عزیز من. مثلا اگه الان سکه 100 تاست، خب الان من به نظرم پروفیت من شاید کم باشه، باید الان تقریبا باشه 700,000 یا 750,000 اینجوری باید باشه عزیز من، قربونت بشم. بله پس اگر که مثلا پروفیتت حداقل الا باشه 700,000 الا 800,000، الان اگر 800,000 باشه پروفیتت که در یک ساعت بهت 800,000 میده، در 2 ساعت بهت 1 میلیون و چقدر؟ 1 میلیون و 600,000 میده و در 3 ساعت بهت میده 2 میلیون و 400,000. 2 میلیون و 400,000 بهت سکه میده در طی 3 ساعتی که تو نباشی عزیز من. خب پس این چه سودی برات داره عزیز من؟ یعنی تو 10 ساعت این رو حساب بکن. 10 ساعت این چقدر میشه؟ 10 ساعت این اگه تو فعال باشی ساعتی 800,000، 10 ساعت بهت میشه 8 میلیون. بله الان 20 ساعتش بکن چقدر شد؟ 20 ساعت 8 تا 8 16 میلیون روزانه. به نظر من تو به دست بیاری کم نیست، خیلیه. پس بهتره میشه این فعالیت رو انجام بدی، قربونت بشم. فهمیدید؟ و قربان شما سلامت باشید. امیدوارم که سر از موضوع در آورده باشید و فهمیده باشید که من چی میگم.